بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما در برنامه مایکروسافت ویندوز ادامه رایت کلیک می باشه از قسمت نیو. در نیو ما قبلا خواندیم که فولدر چی است، شارکت است و خود ویندوز است و دیگه آپشن هایی که بود مربوط به اپلیکیشن سافتور ها میشه که او بر از ویندوز خوانده میشه و بعضی از سمپل تکنیک های فولدر هست که او را ما کار میکنیم که یک دو دانش دیروز کار کردیم که نام فولدر چه قسم تبدیل میشه، عکس فولدر چه رقم تبدیل میشه، بالای فولدر عکس خودمون چه قسم معیار کار کردیم دیروز. امروز ما یک فولدر میسازیم اینجا و برای یک فولدر نام میتیم، مثلا به نام احمد باشه. یک فولدر دیگه جور میکنیم و اینم نامش میتیم احمد باشه، انتر میکنیم. قبول میشه؟ در دستنیشن میگه که به نام احمد آلردی یک فولدر در روی صفحه هست. اگر یاس گرفتی بازی فولدر جدید بالای فولدر قبلی چی میشه؟ ریپلیس میشه. ما میخوایم که در یک لوکیشن دو فولدر به یک نام جور شود، سه فولدر به یک نام جور شود. بعد ایره یاس نمیگیری، کنسل یا نو میگیری. بالای فولدر که هست نامش پاک کو، در باکس سفید رایت کلیک insert in code و اینجا کد هست به نام ZWJ انتخاب میگیری و بعد نوشته میکنی احمد انتر. فعلا ما تانستیم که یک فولدر جور کنیم به نام احمد، دو فولدر با یک نام در یک لوکیشن ساختیم. ده فولدر میتونی که با یک نام در یک لوکیشن بسازی با کمک می کد ZWJ. و دیگه ما میخوایم که مثلا یک فولدر بسازیم، هر نامی که در ذهنت میاد نام میتی فولدر جور میشه. خب ما میخوایم که یک فولدر جور کنیم به نام CON انتر میکنیم، جور میشه. این بعضی تکنیکایی هست که در بعضی جا مثلا بعضی کسا خوانده و از شما پرسان میکنه که ویندوز خواندی به نام CON یک فولدر به ما جور کن، که خود دیگه جور میکنی نتیجه نمیده. بازی یک کدی است که بسیار سمپل است، باز با خاطر از می کد برات میگه که تو ویندوز صحیح یاد نداری. و بعضی کدایی هست که در سلیبس هم بخیر نیست، این در شبکه هست. مثلا در بعض جاها که ما دمو کلاس میگیم یا در بعضی کورسایی که دمو کلاس میگه از استاد، باز بعضی تکنیک ها را از استاد پرسان میکنه که او را خودش هم بلد نباشه، تا استاد او را یاد نداشته باشه او را ریجکت کنه همچه قسمت. مثلا سوال میکنه که درن که ورد باز میشه چی نوشته میشه؟ کد ورد چی هست؟ وین ورد هست. نه توسط وین ورد چی میتونیم؟ پروگرام ورد میتونیم باز کنیم به شکل. خب یک استادی که روی استیج استاد میشه و میخواد که دمو بده، یک شخص از اونجا پیش پرسان میکنه که درن به جای وین ورد ما احمد نوشته کنم باید ورد باز شه. احمد که نوشته کنی باز ورد باز میشه؟ نمیشه. میگه این کار میشه نمیشه. اگر استاد گفت که این کار نمیشه باز او ریجکت است، استاد جو میکشه، میگه تو هیچ چیز یاد نداری، به خاطر یک دونه کد کل بک‌گراند از او را صفر میکنه. در حالی که کد های لوکال است هیچ کاربرد نداره، صرف میتونه یک شخص لوکالی در سیستم خودی را بسازه. یعنی ما یا کسی که از ما سوال میکنه اول خب باید وقت برش ندی که از هر جای سوال بکنه، از تکنیک مربوطه در سوال کو باز حل میشه. ما که از در بخش تکنولوژی بسیار زیاد تکنیک ها داریم که یک ماستر هم باشه میتونیم که ما بند بندازیم. خب باز ضروری نیست. خب از اون خاطر ما برای شما باز این کد ها را کار میکنیم که اونها در استاندارد سلیبس باشه یا نباشه رو کلش به خاطر از کار میکنیم، چون سی دی ما پخش میشه و سی دی ما با دیگه سی دی ها باید متفاوت باشه، فرق داشته باشه. ای که در اینجا به جای وین ورد احمد چطور تبدیل میشه و درسی که روزی که در ورد رسیدیم باز کار میکنیم. حالا ما بس CON میخوایم یک فولدر جور کنیم، ضرور است میل باید جور شه، جور نباشه. نه ما صرف ساختنش برای شما کار میکنیم. یکی چی کاربرد داره در شبکه او باز بعد دیگه پس نام فولدر را پاک میکنی، در باکس رایت کلیک در insert in code می و اینجا کد است به نام LRE این انتخاب میکنی و اینجا نوشته میکنی CON، بعد انتر، بعد فولدر ساخته شد. غیر از این کد هیچ وقت شما با CON فولدر نمیتونید بسازید. با CON که فولدر ساخته شود در داخل از این فولدر که کدام معلومات شما مندازین او را غیر از شما کس دیگه دیده نمیتونه. از یک کامپیوتر به دیگه کامپیوتر که روان میشه از طریق همین کیبلینگ نتورک ویروس نمیزنه زودتر و کسی فایل هایش دیده نمیتونه، کسی دیلیت هم نمیتونه این فولدر. تنها تو نمیشه که با CON جور کنی در این فولدر انداختی بازو هاید میشه. بعضی کد های دیگه هم در داخل اجرا میشه. خود فولدر باز میشه
و در بخش آدرسشان CMD تایپ میشه و در این CMD که از بعضی کد هاست که او باید اساین میشه تا که او فولدر محدود شود، سکیوریتی بالایش اساین شود در شبکه نتورک. ما از طرف دیجا ساختن فولدر CUN بر شما کار میکنیم که توسط مو کد LRE که هست ما میتونیم فولدر CUN بسازیم. حالا ما در روی صفحه یک فولدر داریم، میره رنیم میکنیم به نام پیکچر باشه و در داخل از یک چند تا تصویر میندازیم. تصویرها را انتخاب، کنترل C کاپی، صفحه را بسته میکنیم و در داخل نیز فولدر که هست کنترل V پیستش میکنیم. این تصویرها را میخوایم یا این فولدر را میخوایم که از روی صفحه پنهان شود. رایت کلیک، پراپرتیز، کستومایز، چنج آیکن. اینجا آیکن ها را انتخاب نمیکنیم، یک لوکیشن خالی را برش انتخاب میکنیم. اوکی، اپلای، یک رفرش میگیریم. فعلا در روی صفحه آیکن هست، آیکن نیست. F2 را انتخاب کو، نامش پاک کو و در این باکس رایت کلیک، انسرت. اینجا یک کد است به نام LRO، این را انتخاب انتر میکنی. حالا چیزی هست در روی صفحه؟ نه فولدر هست نه نام است. هست اونجا، خب برای ما معلوم نمیشه. کسی که نو داخل سم میشه او نفهمه اینجا فولدر هست نیست، صرف ما و شما میفهمیم. بس هیچ کس این فولدر پیدا کرده نمیتونه. اگر احیانا کسی پیداش میکنه در روی اسکرین تو پیداش کرد، بعد از اون ما برای با سکیوریتی پاسورد میتیم که اول پیدا نتونه، باز که پیدا کرد باز نشه برش. ولی صرف هایت شده، رمز نداره فعلا. اگر پس بخوای رو بلد اول بری در مو قسمتی که لایت میه، رایت کلیک، در پراپرتیز میین، در بخش کستومایز چنج رستور میگیرین و بعد از اوکی میکنین. فولدر آمد، نامشان به F2 را پرس کن، نامشان بده مثلا به نام ماوس باشه. طریقه دومی هاید کردن فولدری است که رایت کلیک میکنید، در پراپرتیز میید، در بخش اینجا هایدین نوشته است، این بخش اول که جنرال است، هایدین میگیرین، بعد اپلای میکنین. دو آپشن براتون میاد. آپشن اول نوشته است میگه که اپلای چینج تو دیس فولدر اونلی، تنها می فولدر لاک شوه یا هاید شوه، می که بالایش راست کلیک شده، و یا اپلای چینج تو دیس فولدر ساب فولدر اند فایلز، این فولدر هم هاید شوه و در داخل از این فولدر که دیگه فولدرها و فایل هستن اونها هم هاید شوه، مکمل باید هاید شوه. این رو اوکی میگیرید. در اسکرین فولدر است، هیچ نیست اینجا و دوباره شخص میه لایت هم نداره، مجبور است که پس در دیس پی سی بی و در قسمت بالا کسی سه نقطه است، سی مور آپشنز. در ویندوز 10 این آپشن نیست، این سه نقطه نیست. اینمی آپشنی که داخل گروپ است و بیرون از گروپ در این قسمت ها می باشه. اما در ویندوز 11 که است در داخل از یک گروپ است. اینجا می و باز می در قسمت ویو خودش به معنای شو کردن است. اینجا نوشته است میگه که don't show hidden file folders، کدام چیزهایی که ما هاید کردیم فایل باشه فولدر باشه او را نشان نده، خب ما برش میگیم show hidden files and folders. تمام فایل ها و فولدر ها را باید نشان بده. اوکی میگیرین، میره کلوز میکنین. آمد در روی صفحه، خب برایتنسش یک ذره کمتر است، فیصدی رنگش ضعیف است چرا که او هاید شده بود. بعد رایت کلیک میکنید، بالایش پراپرتیز می و اینجا هایدن آف میسازی، بعد از اپلای اوکی تا پس بلته اولش می. این طریقه که است، این طریقه عموم کلگی یاد میگیره. همین دمی کلاس که مثلا چقدر تعداد است همه همین طریقه یاد نگرفت. دمی چند ساله که کسی ویندوز میخونه کلش همین طریقه یاد میگیره. یعنی الان ما اگر کامپیوتر یک فولدر شخصی را هاید کنم، خودت پس و از هاید میکشی استفادهش میکنی دیگه. چی فایده از هاید کردن؟ ما میخوایم که یک فولدر قسمی هاید شود که بدون ما کسی دیگه او را آورده نتونه، مخفی باید هاید شود، کد باید برش بدیم. بازی طریقه را کار نمیکنیم، مییم در دیس پی سی، در درایو سی که فولدر جور کنیم بازو هاید نمیشه. خب از طریق در درایو دی مییم، در درایو دی یک فولدر جور میکنیم، مثلا کنترل شفت ان یک فولدر به نام آی تی جور میکنیم و در داخل از این فولدر یک چند تا تصاویر را میندازیم. این تصویرها را کنترل سی. از این صفحه اگر میخوای بک بری، کدام کلید پرس میکنی از کیبورد؟ بک اسپیس. این بک اسپیس در لپتاپ بالای بٹن نوشته می باشه بک اسپیس.
و یا اینجا بالای وکتور کلیک میکنی، بک اسپیس میگیرین پشت سر رفت و فولدری که ما داشتیم به نام چی بود؟ آی تی. آی تی دبل کلیک میکنیم و کنترل وی پیستش میکنیم. یکسا فولدر آی تی باید از اینجا پنهان شود. کدام درایو باز است اینجا؟ درایو دی. روبروی درایو دی یک باکس است. اینجا کلیک کنین، نوشته کنین سی ام دی که انتر کردی باز این صفحه براتون میاد. این صفحه چی هست؟ در سالایی که مثلا سابق نو کمی مردم کامپیوتر میخوان در ابتدا اینی صفحه را هیچ کس به مسئولین معلومات نمیداد درباره این صفحه که چه رقم صفحه از در کجا استفاده میشه. یک شخص سی آی تی را خلاص میکرد، دی تی را خلاص میکرد، این صفحه سیم دی که ما در نتورک برشان میآوردیم باز میگه استاد این صفحه از کجا آوردی، چه رقم صفحه است. درباره این صفحه معلومات نداشت. در نتورک هم رسیده بود اما معلومات در سیم دی نداشت. ما در ویندوز برای شما دیگه معلومات میدیم که چه قسم صفحه است، معلومات دربارش داشته باشی. خوی یک صفحه بسیار بزرگ در بخش کامپیوتر ساینس است. صفحه سی ام دی که به میلیون ها کد ها از طریق ازی کار میشه. اول یک چند دونه که ما در ویندوز برای شما باز کار میکنیم، فلش هایی که خراب میباشه از طریق سی ام دی جور میشه. یک فلش است که نه فرمت میشه، نه دیتا در روان میشه، نه دیتا از او فلش داخل کامپیوتر کپی میشه. اون مشکلش باید حل شود. او چه قسم جور میشه و فلش از طریق سی ام دی جور میشه و ما در کلاس برای شما اون رو جور میکنیم. تو نباشه که فلش ها رو در جای گیر کنید که سوخته باشه ایسی شما کلش بری که استاد گفته جور میکنیم. امروز در کلاس هم تو گفتیم دیگه کد فلش ها رو هر کس آورده میگه استاد جور کوره کامپیوتر بخی نمیگرفت، میگه این استاد گفته که جور میکنیم جورش کنه. یکی است که شارت میباشه، یکی مثلا ایسی سوخته باشه او خب از جور نمیشه، خب مشکل هاردش است دیگه. مشکلی که مربوط به سافت میباشه، یعنی فلش بگیره نامش دوجه میه خب باز نمیشه و فرمت نمیشه و دیتاش کپی نمیشه، چیزی در روان نمیشه، اونو فلش ها باز جور میشه. این صفحه سی ام دی که هست به خاطر وب دیزاینینگ و بخش HTML و CSS و پروگرامینگ در این بخش از استفاده میشه. کد کامپیوتر که از بین بری به خاطر استفاده میشه. یک شخصی که تلفنی همراه ما گپ میزنه موقعش معلوم کنی که این شخص از کجا همراه ما گپ میزنه که در مخابرات این سیستم هم هست. از کدام صفحه کار میکنه کدش؟ سی ام دی. مستقیم سی ام دی کار نمیکنه، او باید با شبکه وصل باشه، سافتور دیگه داره. در پانتون کابل که است یک برنامه نو شامل کامپیوتر ساینس ساخته که به نام پایتون است. 6 ماه درس داره، خود پروگرامینگ لنگویج است که او را کسی بخونه باز تاپ هکر می باشه، بس سطح جهانی میتونه که یک سایت هک کنه. او بخش انجینری کامپیوتر ساینس است. او کد های از او کلش در کدام صفحه میشه؟ همین سی ام دی میشه. خب فلشی که بوت میشه یا کاست ویندوز در داخل فلش روان میشه و از طریق فلش باز ما ویندوز نصب میکنیم. اونو فلشی که ایار میشه و نصب ویندوز از کدام صفحه ایار میشه؟ از همین صفحه سی ام دی که فردا بخیر مو درس میخونیم، روز شنبه بخیر. که چه قسم فلش بوت میشه به خاطر از اینکه حال همگی کامپیوترهاش که هست از جنریشن 4 به بالا است، از نسل 4 به بالا است. از نسل 4 به بالا کامپیوترها که است هیچ سی دی روم نداره. دو باز اینستالیشن خاص طریق سی دی نمیشه دیگه. مجبور هستی که از طریق فلش اینستالیشن کنی و تا زمانی که فلش از این کد رایت نشه بوت نشه هیچ وقت نمیتونید شما از طریق فلش در کامپیوترتون ویندوز نصب کنید. اول باید فلش جا ایار شوه، یک کد داره که در داخل فلش کار میشه که به نام بوتیبل یاد میشه، بعد با سی دی ویندوز در داخل فلش کپی میشه. خب حالا ما میخوایم که در صفحه سی ام دی همون فولدری که ما داشتیم به نام آی تی او را هاید کنیم. نوشته میکنیم که شما کد نوشته نمیکنین، ما اونجا باز در ورد پیستش میکنیم در ریکارد میه. اتریب فاصله مثبت اس مثبت اچ مثبت آر، فاصله نام فولدر چی بود؟ آی تی بود. بعد انترش میکنیم، بعد را کلوز میکنیم. به نام آی تی فولدر است جا. اگر یک شخص میخواد که فایل های هاید شده ما را پس پیدا کنه به کدام لوکیشن میره؟ خود همین 3 نقطه میاد دیگه. در آپشن میاد و بعد از در قسمت ویو میاد اینجا نوشته است که دونت شو هایدن، یعنی فایل های هاید شده را نشان نده. وقتی او شو میگیره بعد از او اپلای میکنه به نام آی تی کدام فولدر آمد؟ هیچ به نام آی تی فولدر نامد. باز او میفهمه که چیزی هاید نشده اما فولدر هاید است. خب هیچ کس رو آورده نمیتونه، غیر از شما کس دیگه رو آورده نمیتونه. شما اگر بخواین که او را پس برین چه قسم باز میتونین برین در می خود درایو روبروی درایو دی در آدرس سی ام دی تایپ میکنی و کدی که به نام اتریب فاصله
منفی اس منفی اس منفی اچ و منفی آر اسپیس. اینجا چی میخواه؟ نام فولدر رو میخواه. نام فولدر که است با ما شما معلوم است. کسی که نو وارد سیستم شه و میفهمه که نام فولدر چی است. نام فولدر کسی یاد نداشته باشه هیچ وقت فولدر رو پیدا نمیتونه. نام فولدر مثل رمز است. نام فولدر شما پت بتن پیش روی شخص نتینوره با فولدر نام بده هایدش کو باز یک شخص بگه یک فولدر ما هاید کنه برو پیدا نه خو اینجا چی رو پیدا کنه. اینجا میگه نام بده که براش پیداش کنه. نامش کی یاد نباشه پیدا. نام مثل موبایل که کد میتی اینترس آی تی براش کد میتیم بعد انتر میکنیم بعد اینجا فولدر اتومات پیدا میشه به نام آی تی فولدر و تمام دیتاش هم باز کد نته براش قافزیت کمزور از آیفون که رمز یاد بره باز چی میکنی؟ از کامپیوتر که کدش بره باز چی میکنی؟ یا موبایل که مثلا کدش بره پس مصرفش میپردازی نمیپردازی. موبایلت که رمز بخوره خب میبری در مارکت میگیره و ما جور کن چند مصرف می مثلا یک مصرف می. یعنی هم باز هر چیزی که ما رمز میتیم یا را هاید میکنیم بازو یک راه دیگه هم با خود میداشته باشه. خب دو لیولا ما نرسیدیم تا حالا. این لیولی که ما هاید میکنیم نه همین مثلا ما از طریق اول که هاید کردیم گفتیم میره کلگی پیدا میتونه بعد از تیم دی که هاید کردیم ایره بعضی کسا پیدا نمیتونه نه شما نمیتونید پیدا کنین ما میتونیم پیداش کنیم از طریق سیم دیم کسی هاید کرده باشه اونم پیدا میتونم اگر بس سکیوریتی لاک کرده باشه اونم پیدا میتونیم هر گروپ پالیسی که جور میشه بالا از یک چیز دیگه هم جور میشه استپ بای استپ باز بالا میریم. خب اونایی که هک نمیشه اون سیستمایی که هک نمیشه اون مک است لاینکس و یونیکس است که به سطح جهانی در بخش سایبر سکیوریتی سافتورها بالا از اپلای میشه تا که با آسانی او هک نشه. این ویندوزای ما شما که میخوریم این در بانک ها استفاده نمیشه چون اون سکیوریتیشون بسیار پایین است داون است و این زودتر هک میشه. در بانک ها که است در مخابرات که است از کدام ویندوز ها استفاده میکنه؟ از ویندوز های سرور که با این ویندوز ها فرق داره چرا که بالای ویندوز های سرور سکیوریتی یا سایبر سکیوریتی سافتورها اساین میشه تا او را با آسانی هر کس هک نتونه. همین کد کامپیوتر که از بین میبری چقدر آسان است نه روز کار کردیم خویره که کلی یاد بگیره در بانک بره یک دونه کامپیوتر هک کنه و از اکانتش پیسه انتقال بده در اکانت دیگه آسان خو نیست دیگه. اوجا سایبر سکیوریتی بالای یوزرها اساین میشه که او در ویندوز های سرور است. این درسته ما کدام درسایی که میخونیم به کدام لول اگر مثلا کد ازی فراموش ما میشه اگر فایل باشه خو اکسپایر است اگر فولدر باشه باز راه داره که استپ با استپ باز میرسیم به اون لول بخیر درست است. اگر درایو هم باشه راه داره مثلا اگر ما درایو کامپیوتر رمز بدیم و رمز زیاد بره و در درایو در مثلا هاردیسک هست یک تی بی دیتا در بینش هست کدش هم فراموش شد هاردیسک خصوصا انداخته نمیتونی دیگه هاردیسک که در کامپیوتر میندازی رمز میخواد باز راه حلش چی است هاردیسک فرمت میکنی دیتاش پس ریکاور میکنی بعد هاردیسک جور میشه یعنی با فرمت که از کدش چی میشه از بین میره خو یک نقصی که هست دیتا باز پاک میشه روش دیتاش باز پس توسط سافتور ریکاور پس میتونی پیداش بکنی فولدر هم به اون ترتیب میشه. استاد وقتی بگیم مثلا منفی اس او اچ هم دا هغه په کې کنه خپل طرف نه بل شي ورکوي کومي وته د سیم کې دا کوډ مسوار کوي مثبت چیز روشن کاغذ لیکم ال د وسورد کې توسط کد اولی که است اتریب مثبت اس مثبت اچ و مثبت آر یک فولدر پنهان میشه و توسط اتریب مثبت اس اچ آر باز پس فولدر پیدا میشه. اینی کد که است قابل تغییر نیست این از اپراتینگ سیستم بلتن است هیچ کس نمیتونه بدون خود نوشته کنه اما اینی کد اینی نام باز تغییر است
تا به قسمت آر که است چنج نمیشه، بعد از آر نام باز چنج میشه. و فاصله که دیگه است اگر حروف خرد نوشته کنی دستیم دی، حروف کلان نوشته کنی مشکل نداره. خب فاصله ها باید منظم باشه. این چقدر فاصله داره نله؟ یک اسپیس خویی هست نه؟ یک اسپیس هم دیگه هست، یک اسپیس دیگه، یک اسپیس دیگه، 4 تا اسپیس داره. اگر شما یک دونه اسپیس شما نتین بعد دوجا کار نمیکنه. و اسپیس هم میتونه باشه که بین مثبت و اس باشه یا بین مثبت و اچ باشه مثلا. چیزی که اینجا هست به این ترتیب باید نوشته شود. خب این کدی هست که زیاد پروفشنال نیست، در بخش ابتدایی که هست. کسایی که زیاد در کمتر معلومات نداره اینمی کافی است. کسی که معلومات داره یا سی ای تی خوانده دی ای تی خوانده بازی کدام به درد نمیخوره. باز ما کدای دیگه داریم که ولی والا باز نرسیدیم داره. خب این موضوع هاید کردن فولدر بود. حالا ما میخوایم که فولدر را از طریق سکیوریتی لایک کنیم از یک یوزر به یوزر دیگه که مثل که در بانک ها هست، مثل که در ادارات دولتی تمام کامپیوترهای ادارات دولتی که هست یک سرور داره و دیگه کلاینت داره. سروری که عام تام صلاحیت داره در شعبه و کلاینتی که زیر دست سرور کار میکنه. این مامورینی که در بانک ها کار میکنه، دمی از بانک میری و باختر بانک میری مامورینی کار میکنه، شما ماش میگیرین، ماش پس وجه در اکانت اضافه میکنین. این چرا هم کارمند هست؟ کلش مامورینی هست که در یوزرهای گیست کار میکنه و این در شبکه نتورک به نام کلاینت یاد میشه که هر کدامش هم 15-20 هزار روپیه معاش داره. حتی روی سفر عکسش تبدیل نمیتونه تا که اجازه سرور نباشه. سروری که آیتی منیجر است و مکمل شبکه زیر دستش است که او از 60,000 تا 150,000 روپیه معاش داره. بخش سی سی ان ای را که خوانده باشه. ما یک استاد داریم دیگه کلاس نتورک امروز ما پیش میبره در تایم بعد از ظهر میاش 5 تا 6 در اسلامی بانک وظیفه داره 125,000 معاش داره. اینجا میفهمید در یک کلاس نتورک 15,000 روپیه برای شهر میشه. چرا که او در پاکستان دبل سی ای خوانده، در بسته افغانستان 5 نفر در سی ای است، این دوم نفرش است. یعنی بخش نتورک بلندترین عایدات می داشته باشه. عایدات نتورک بسیار زیاد است در این شرایط. در پیش که بود در گرافیک زیاد عایدات بود. حالا در گرافیک عایدات نیست، در نتورک و دیتابیس عایدات بسیار زیاد است. این پروگرامایی که ما شما می‌خوانیم سی ای تی و دی ای تی خب به خاطر عایدات نیست، این سر میتونه در اداره مشکل ما شما حل بکنه. این که ما پس ماندیم مشکل خود ماست. پروگرام‌های عایداتی بعد از سی ای تی و دی ای تی است که ما برای شما میگیم هر کدام از او 8 ماه دیوریشن داره و 7 بخش داره که یک بخش شما بخونید باز میتونید که بلندترین عایدات داشته باشید. حالا ما می‌خوایم که از طریق یک یوزر بالای یوزر دیگه بعضی محدودیت ها را وضع کنیم، مثل که در بانک ها سر از مو کلاینت هایی که از سرور محدودیت وضع میشه یک مثالش سمپل کار میکنیم. این فولدر فعلا باز میشه عکسایشان. پیش از اینکه ما این را لاک کنیم اول باید بریم در یوزر که ما در کدام یوزر کامپیوتر چون کنیم. در سویچ یوزر که ما میریم دست کدام کلید ها میریم؟ وین کی امروی ال در سویچ یوزر ما میریم. یوزر ما به نام چی هست اینجا؟ به نام کریم است. کد داره؟ میریم از یک کد میتیم در دیس پی سی رایت کلیک در منیجمنت در لوکال یوزر اند گروپ دبل کلیک در یوزر کلیک و در اینجا که یوزر به نام چی بود؟ امر خیل که لاسکمش کریم رایت کلیک set password proceed بعد اینجا کد میتیم دبل اسپیس تاب دبل اسپیس انتر میکنیمش. اوکی اینجا فعلا میبینیم رمز داره نه؟ 2 تا اسپیس رمز داره. از طریق یوزر کریم میخوایم که محدودیت وضع کنم بالای یوزر دیگه. میخوایم یوزر از سکیوریتی رمز بدیم. رایت کلیک پراپرتیز سکیوریتی و یوزر به نام چی بود؟ کریم بود. در ایجاد میرین اینجا به نام چی هست؟ کریم هست. اینجا پرمیشن فال کریم محدودیت یا صلاحیت با یوزر کریم که هست. چه قسم شود مکمل؟ دینای شود. هیچ کس از این فولدر استفاده نتونه. برخواد.